او برای هیچ گناه نکرد، برای یک خدمت خودش پشت پنجره می رود. ما هم خودم لایق همون میدونیم که در پشت پنجره همراه همو باشیم، چون که از پشت ما همون پشت پنجره شدگی هست. حداقل هر یک تا شما بیرون شوین، بالا شوین، گوین که ما را برای زندانی کنید، برای مشکلات ما او انسان پشت پنجره شیشتگی هست. این دیدهشن که یک یوریست، یک حامی حقوق تاجیکو را گرفتن، کشاله کردن بردن. پس همون زنکایی که در مهاجرتن همو هم شعری نرانی خیلی بگوی تشویش میکنه. شما پریژوات میکنید برای چی؟ برای که یک شخصی آزادی خور، یک شخصی که خیرخواه بوده به مردم تاجیک، به مهاجرای تاجیک که در داخل در روسیه یا در داخل تاجیکستان داشت میرسون یاردمش میکرد. امروز امیر گرفتن بردن. همون شخصایی که به همین کار خوشن خطونه با ثواب تش شما مردک هستین، شما اویله داره، شما زن داره، وقت خونه میداره نزد زناتون خطونه شما مردک اسم میکنین. علیکم و سلام. برادر درباره همین قضیه همین عزت امون مراجعه کنم به مردم تاجیکستان، به تمام مهاجرا، خصوصا به مهاجرا که در همین قضیه بی‌طرف نباشند، چون که خود همین عزت امون یک نفری بودن که برای حقوقهای مهاجرا را حفظ کردن، برای کمک خصوصا برای مردم مهاجر کمک کردن در پشت زندان شدگی هستند. اینجا دیگر اگر که ما گوییم که خیلی دیگر ویدیو ابرشه نکنن فلان و بیمدان بیاین در اینجا زنو را فرازانه بیا کامپیرایی که از دستشان چیز نمیآیند. اگر مردایی که دعوای مردی میکنن لاف از مردی میزنن در همین قضیه، اگر اونو ذره انصاف و ذره اگر در دل خود دعوای مسلمانی کنن، اونو را باید خواب نبرد که او انسان به خاطر کمک کردن، به خاطر که برای اولیکای شما را دادن دعوا میکرد، برای بیمارای شما را دعوا میکرد. در کرونا ویروس حتی همین پرزیدنت مثل همون خدمت کردگی نیست. شما ذره انصاف داشته باشین تا که سود او بریده شدگی نیست. خیلی شما نشان دین که بدن خودتون الله از مردی میزنید. این ویدیو ابرشن چیزا را برای کامپیرا مانن که اونا ویدیو ابرشن میکنن که از دستشون چیزی نمیآید. هر یکی شما حداقل چیزی کردن نمیتونین. هر یکی شما که در شما خدمت همون انسان تا مرده و زنده شما را او کمک کردگی است، از پشت خدمت کردنش برای مردم، برای مهاجرا پشت زندان شدگی است. اگر شما حداقل سخن کردن نمیتونید، هر یک تا شما بلند شوید از هر جای برای گوین که ما را برین پشت زندانی کنین در برابر همون برادر، برای مشکلات ما پشت زندان شدگی است. ما وجدان ما نمی بردارد که ما در بالشت ملایم سرای خدا بگذاریم. او برای هیچ گناه نکرد، برای یک خدمت خودش پشت پنجره می رود. ما هم خودم لایق همون میدونیم که در پشت پنجره همراه همو باشیم، چون که از پشت ما همون پشت پنجره شدگی هست. حداقل هر یک تا شما بیرون شوین، بالا شوین، گوین که ما را برای زندانی کنید، برای مشکلات ما او انسان پشت پنجره شیشتگی هست. سلام علیکم اپا. بله. انشالله که پیغام تا مردم شنید. بفرما ختم کنید سخنتون خواهر. همین فقط همین بود گفتنی ما که این هر میترسین که از گروه 24 فلان بیمدان دفاع کنین، از حزب نهضت دفاع کنین. او انسان کو در یگان حزب حرکت نبود، از پشت یعنی کمک کردن او برای زندگی خودش داشت، همون لقمنان داشت که زندگیش میگذشت. از پشت یعنی من شما مهاجرات پشت پنجره شدگی هست. اگر شما ذره انصاف داشته باشید، ذره از دعوای مسلمانی میکنین، شما باید که وجدان شما نبردارد و چشمای شما خواب نکند، کور شود که همون خدمت همون انسان شما قدردانی نکنین. شما اگر بگذارین که همون قضیه همون تا سود رسد و اگر همون مهلت شگیره دیگر شما هیچ کار کرده نمیتونین، دیگر لاف از مردی نزنین، کور شود همون نفرایی که همین سکوت اختیار میکنن، فقط از خودشون فکر میکنن و انسان فکر نمیکنن. وقتی که شما یک درخت بیریشه و بی ثمر بدین، از عمر خود او به زبان روسی ریسک کرده در شما آب میداد.
از عمر خود او گرفته به شما کمک میکرد. او عمر خود فکر نکرد، روزای خود فکر نکرد. او داشت همه خیلی زندگی راهی داشت که زندگیش پیش رود. لیکن او برای شما در زندان ششتگی است، از پشت کمک برای شما کردن ششتگی است. تشکر زیاد اپا. خدا نگهدارتون باشه. سلامت. خب آقای عبدالرحمن، ما 3 ساعت در استودیویم. فقط برای شما با همین قدر فقط میتونم بگم که شما فقط کوتاه فقط یک خطاب به مردم بکنین، یک پیغامتون برسونین که دیگر راستی ما برادر هم گفتنیم که برادرای عزیز همه مهاجرای روسیه بسیار میشنویدیم، به همش آیونای آگاهان همین عاقبت هستیم دیگر و دیگر. این دیده است که حکومت چه خیلی او برادر یگام وای نبود، گروه 24 نبود که شما تا بگید تلخ کفشین. گروه 24 هم یگام گروه وای نیست، گروه مردمی است. حقوق و همه چیزای مقصد مردم هم میخواد که دفاع کنه. مردم تاجیکن یگام چینه در اروپا هم اگر شما تلختون بکفه باید ایخ جوان مرد نباشین. این دیده است که یک یوریست یک حامی حقوق تاجیکو را گرفتن کشاله کردن بردن. پس همون زنکایی که در مهاجرتن همو هم شعری نرانی خیلی بگوی برآمدن در یک میدان تنگ و تاریک لغمه نانی خچون یافته خورده سم. پس شما چی خیلی اگه شما خطون دیگر خیلی حساب میگه برای برادرها گپ زنید، برای برادرها حقتون دفاع کنید. این حکومت دیگه که حکومت غیر قانونی است. برای همون ما هم میگیم که استعفا به رحمانوف در کار نیست، همین خیلی حکمرانی در کار نیست. ای برادر یک کم ترک جوانمردی را بیدار کنین برادر. مقصد که در نمازاتون دعا کنین که خداوند شجاعتتون زیاده کنه، خداوند ایمانتون زیاده کنه، خداوند ارادتون زیاده کنه. این خیلی در حق خداتون دعا کنین، در حق دیگر که از بعدی دعا نکنین. اول در حق دعا کنین که یک اراده مقصد قوی داشته باشین، ایمانتون زیاده کنه پروردگار. نه خیلی در حق خودتون دعا کنین برادران. زنده باشید برادر عبدالرحمن. گپ زنین فقط ای حقوق کنستیتوسیا ای همه حق و خودتون نمی درباره نه خیلی برادران برای این یگم کینو نیست، یگم چیز نیست، دهشت ای برادران. هر یک فشار پشتی هر یک از شهر نیست، هر یک از بگه باور که آفرین همه برادران میگه ما. برای همون برادران میاناتون بندین، کمر خشن بندین، بگین که مقصد حقیقتا این خیلی که ما هستیم در یک جای تاریکی چیز من تحقیر نمیکنم، نه که خش و بحال بسیار مادرایی که ای شما در بهتر سخن میکنم. برادر من همین قبول کنم مقصد که الله نگهبان همتون باشد. تاجیکا یک ناموسی تاجیک ناموسی مسلمانی قدر دفاع کنین. و من واقعا من صادقانه من آفرین به اون کسایی که با دشمن رو به رو میبرویه میزنه. ما آماده برادر اطلاعاتی ما رو به رو برآمده ایستادیم. مثل ما و شما چهره ها اگر 500 تا خیلی چهره اشکار به چهره رو به رو ببرویه گپ زنن کو رحمانوف گردش نمیوی باور میکنی؟ گردش نمیوی. چی میگوی که برادر عزیز مقصد که برای اگر همین خبره این همی یک خودش یک نمود انقلاب است. والله قسم من نمیگم برای ما فرزند داریم، اهل بیت داریم، تمام نازکی‌هایی که شما دارین ما هم داریم، تمام ظلم دیده سه مقصد در مهاجرت ما هم دیده سه. برای برادر این همی جای انقلاب زنده باشید. مرا هرگز نباشد بیم از مشت. ما ای مشت زدن ای جنگ نمیترسم. مرا هرگز نباشد بیم از مشت برادر جان. مرا نامرد میکشت. نامرده که خودش دوست میگیره و میاد و بینت میدرویه و اون نامرد انسان. برادر جان مرا نامرد میکشت. اگر اون مرد میبرد روبرو میومد در لبای نمود جنگ ما مقاومت میکردیم. مرا هرگز نباشد بیم از مشت برادر جان. مرا نامرد میکشت. فتوت پیشه خندد روی در روی. ما جوان مردیم، ما دشمنی داریم با حکومت رحمانوف. ما روی در روی دشمنی، ما با نقاب و خیلی نه
از همین خاطر ما میگم که واقعا با این چهره هایی که آشکارا هستن، هر چی قدره که چهره ها آشکار بوده اون قیام مردم است دیگر. بله نیست که ما برادر. دایگان بطلاق میدازیم. هر 10,000 چهره آشکار ببرن. انا میخیلی مثل ما اتوار اگر ویدیو نوار بکنن کو این قیام مردم افاظی مردم ای بچه این ویدیو چی فایده داره؟ این دنیای مجازی ای. اینا خیلی تاثیر دارن. یک کینو رو تماشا میکنی تو آخر شده یک جوش گریه میکنی کو یا گپا تاثیر دارن. ما جیوای گپ داریم. برادر من خواهش میکنم ای تمام برادرایی که صدها نفر زنگ زدن، صدها درد گفتن، در براتون هستیم انشالله با جان دل مثل اکا و دودر قوت قنات برای گپ زنن، اشکار گپ زنن، یکم چیز نیست انشالله که خیلی شکست رخ کمی که میکنه اون طرفی که بکنه بدی رو و اون چیزی که شما ترس بگذار بکنه باز جواب شد انشالله. بعد برادر عبدالرحمن تشکر. آقای عبدالله بفرما شما. زنده باشی برادر عبدالرحمن. ما راستی یک کم کردیم آزادی میخواهیم. بدبختا به نام الله شما کاری کردین که فرزندای ملت به امید تینجی کردیم گفته کتیپک لاف میزنن، یک بار دیگه انمی بدبختی را به سر ملت آوردنین نکنین. التماس نکنین که اوجه ای حد گذاشتین بالله قسم روز میشود سخت پشیمون میشین. هر وقتی با درگیجای رو پروشم انشالله میگم نه که شما بدبختی کردین باور کنید روزی خوب در نمیار نمیرسونه. بله هیچ نبود. گروه 24 دا پادپیسات کنین، کانال دا گفته چی که لایک پادپیسات جوان مردیتون اینا مقصد که قیامتون عاقبت چه بعد میبینین. بله درست. بله تشکر برادر عبدالله بفرما. جوان مرد حساب میشون، زنه قانون نه که جوان مرد حساب میشون. عبدالرحمن درونشان پرای وقتم درون تام پرای و ما از شما درون من پرسیدگی. بفرمایید عبدالله. من حق گفتن طرفدار همین حقیقت میشم. کار نیست. عبدالله بفرما اکنون. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار. تشکر. آخران کسی هست که شما صحبت میکنین ما در افیر در کلون افیر در اکران میمونم. خودت برادر صحبت کن. بله اکای حسین ما اسوجدت میکنیم امی دستگیر کردن زندانی کردن اکای ایزات. شخصا من خودم شناسم نبودم یگان وقت یگان فایدهش هم رسیدگی نیست نه که حاجی وای زندانی کردن همچون یک فرزند پدرم وری ما هوا قبول کردگی تشویش میکشم پریشیوت میکنم برای که یک شخصی آزادیخوار یک شخصی که خیرخواه بودک با مردم تاجیک با مهاجرای تاجیکی که در داخل در روسیه یا در داخل تاجیکستان داشت میرسون یاردمش میکرد. امروز امیر گرفتن بردن همون شخصایی که به همین کار خوشن خطونه با ثواب شما مردک هستین، شما اویله داره، شما زن داره، وقت خونه میدارین نزد زناتون خطونه شما مردک اسم میکنین. شما شخصی که باروچکا کورش پیش میبرد با کامera کورش پیش میبرد اومدن یک تروریست گرفتن بردنش نه اویلاش درک داره نه یک مقامات درک داره گرفتن بردنش شب و شب گفتن بودن در زندان جارش کردن یا بز آوردن در نزد کامera گفتن که ایما 40,000 گرفته اگر کسی پیدا شوه انا بیاین وای کنین. حالا که و یک سال پیش دیلای جنایتیش شدگی بودن در تاجیکستان. مقصد که برای که حاجی همین عین حال تاجیک برای که به زندان کشیدن کفایه است که او را با ماده 300 چنده همو انفرادی و اکستریمیستی چنده که 307 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان کفایه است که ترا با همین ماده قطعی دیلا بکشند تا تمام دیگه و اساس داره نداره تو جنایتگری. شخصی که 26 سال 25 سال شهروند روسیه در 25 سال حکومت روسیه قدرت ترین حکومت دنیا حساب میشه و یک کمبودیش نیافته. امروز تاجیکستان درخواست داد که این شهروندیش برای غیر قانونی آمده. امروز شهروندی و در مدت 25 سال با غیر قانونی شده. مبارزه بعضی دیکیه شبودین با دلو که وزنش 50 کیلو نیومد یک برادر لاغر بود همون را گرفتن بردن و احسان اودینایف که برادر باروچکا و دفتر کارش پیش میبرد و یک گرفتن بردن با یک برادر دیگه اعضای گروه 24 بود نمیدونم نامش فراموش کردم
و هم شهروندیش مقصود ابراهیم شهروندیش قانونی رو کردن گرفتن بردن. ما بر ضد کی مبارزه میبریم بچه؟ بر ضد شخصایی که ای تاجیکستان ای سبب اقتصادی گرفته اومدگی در روسیه برای لقمه خودمون بیاویم با مهنت حلال. ما را خی بیاین همه ما را برین. ما عزت امون بیا ما را بر. او خی روی مردی نیست. شما بر ضد خلق خودت بر ضد یک شهروندایی که قانون رعایت میکنن در روسیه مجبور میان کار میکنن میگیرن میبرن برای چی؟ برای فکر اندیشهشون آزاد بیان میکنن. در قرقیزستان خیلی کار نیست، پاکستان طریق کار نیست، در ازبکستان طریق کار نیست، در روسیه خیلی کار نیست. لیکن ما ما انفراطی میشیم. برادر عبدالله تشکر زیاد.